اسلام که است حرام نجس است، اینال به دین ما که است حلال نجس است. از او خاطر ما هم خوردن نمیتونیم. در دین ما میگه که باید غذا حرام باشه. والا ما الحمدلله تعالی به دین خود هستیم. ما میجا خورد کلان شدیم ولی دین ما تغییر نکرد الحمدلله دیگه. او اگه شما پس پیش آمده باشید دیگه او مربوط خودتان نشده، او مورد ما چیزی گفته نمیتونم. نه خب شما در این باره نمیفهمیدین که دینی است که درش غذای حلال که است نجس است. ما گفتم که به دین ما که است، دین ما است مالسا، یک دیستا غذای حلال نجس است، یعنی حلال خوردن نمیتونیم که اگه بخوریم برای ما گناه میشه. از او خاطر باید غذای ما حرام باشه. خونه دیسه رستورانت ایتالیان برین، چاینیز برین، گوشت پشک و سگ و چیزا را که وا میتن دیگه اونا به حساب پیش چی برین، پیش ایتالیایی برین، اونا خوک است و هر چیز است دیگه. اونمو به حساب مرغش هم است، گوسفند هم است، بز هم است و گوساله هم است، هر چیزی که میخوره اونا از نجس